به نام خدا، دکتر فرزانه مستغنی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی. کانال ما رو سابسکرایب کن، زنگوله کنارش رو بزن تا هر روز با مطالب علمی ورزشی بیشتر آشنا بشی. وظیفه اسکلت ما نگه داشتن اندامهای داخلی بدن ما، ایجاد حرکت و تولید سلولهای خونی هست. عواملی موجب پوکی استخوان میشه که میتونیم از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری بکنیم. بعضی از این عوامل قابل پیشگیری هستن و بعضی از این عوامل رو نمیتونیم پیشگیری بکنیم. عواملی مثل جنسیت، سن، سابقه خانوادگی، نژاد، ابتلا به برخی از بیماری ها، نوع استخوان بندی شخص، اینها میتونه جزء عواملی باشه که قابل پیشگیری نیستن. اما مسائلی مثل وزن، تحرک، تغذیه، دخانیات و استفاده از برخی از داروها، اینها میتونه کنترل بشه و شخص رو در پیشگیری از پوکی استخوان کمک بکنه. معمولاً آماری که سازمان بهداشت جهانی میده، از هر 5 نفر 1 نفر مبتلا به پوکی استخوان میشه و 1 نفر از اونها سر از سرای سالمندان در میاره. بعضی از افرادی که مبتلا به پوکی استخوان میشن هرگز تا پایان راهشون دیگه قادر به راه رفتن نیستن. زنان بیشتر از مردان مبتلا به پوکی استخوان میشن. پس لازمه که حتما به این مسئله دقت بشه. اگر که در نیمه اول زندگی به مصرف خوب مینرال ها توجه بکنیم، فعالیت بدنی مناسب رو در برنامه زندگیمون داشته باشیم، قطعا میتونیم مسیر پوکی استخوان رو در جامعه کنترل بکنیم و رو به کاهش ببریم. علائم پوکی استخوان به این شکل هست که معمولاً به چشم نمیاد و جزء بیماری‌های خاموش هست. شخص معمولاً با زمین خوردن‌های مختلف میتونه مواجه بشه و یا با شکستگی در اندام‌های مختلف میتونه روبرو بشه. کوتاه شدن قد، اینها از عوامل بروز پوکی استخوان هست. کودکانمون رو با فعالیت بدنی مناسب و با تغذیه مناسب آشنا بکنیم، قطعاً میتونیم این مسیر رو کنتر بکنیم. توی ریپورت های پوکی استخوان و تست های تراکم استخوان دیده میشه که افراد رو دعوت میکنن به انجام فعالیت های بدنی. فعالیت بدنی مناسب میتونه این مسیر رو کنتر بکنه. اگر یک برنامه غذایی صحیح داشته باشیم همراه با ورزش مناسب، میتونه اون استخوان سازی فعال بشه و روند ایجاد پوکی استخوان رو کنتر بکنه. داستان تمرینات مناسب برای پوکی استخوان و پیشگیری از پوکی استخوان به این شکل هست که یک جایی تمرینات کششی رو لازم داریم، یک جایی تمرینات قدرتی رو لازم داریم. بستگی به وضعیت شخص داره. اگر که شخص دچار ناهنجاری‌های اسکلتی باشه که زندگی روزمره‌اش رو دچار مشکل کرده باشه، قطعاً با تمرینات کششی باید ترکیب بشه. تمرینات قدرتی ترکیب با تمرینات کششی باشه. اما یه جایی وضعیت بدنی شخص وضعیت مطلوبی هست، ناهنجاری‌های اسکلتی وجود نداره، با استفاده از تمرینات قدرتی میتونیم این مسیر رو کنتر بکنیم. تمرینات در آب نمیتونه آنچنان کمک کننده باشه در پیشگیری از پوکی استخوان. اگر کسی مبتلا به پوکی استخوان هست، تمرینات رو باید در خشکی استارت بزنه. میشه پروتکل‌های تمرینی رو در آب طراحی کرد که استخوان سازی رو فعال بکنه، اما نیاز به مقاومت بیشتری داره. بهتره که در خشکی طراحی تمرین برای افراد مبتلا به پوکی استخوان اتفاق. نظر بحث غذایی لازمه که برای پیشگیری از پوکی استخوان روزانه 2 تا 3 واحد لبنیات در برنامه روزانه زندگی افراد باشه. جایی لازمه که افراد از مینرال ها و مکمل ها استفاده بکنن که همه اینها باید با توجه به وضعیت افراد بررسی بشه. اگر مینرالی لازم استفاده کنن، لبنیات کم چرب توی برنامهشون باشه تا بتونن این مسئله رو با نهادینه کردن ورزش در کودکانمون بتونیم از پوکی استخوان جلوگیری بکنیم. لازمه ورزش‌های هوازی رو در طول روز کودکان ما به مدت 1 ساعت داشته باشن که بتونه استخوان سازی توی بدن اونها فعال بشه.